یک یک چراغ دنیا فرو می رود تا قلب انسان نوری را از آخرت بجوید. چراغ ها خاموش می شوند تا فهمیم که نور تنها از جانب پروردگار است، نوری که هرگز خاموش نمی شود. الله نور السماوات والارض، الله نور آسمان ها و زمین است. پس نوری حقیقی از آن پروردگار است، نه از چراغ دنیا. این چراغ های دنیوی خاموش می شود تا تو با سوی نور حق روی بیاوری. چراغ عمر یک یک غلطیده خاموش می گردد تا یادآور شوند که این دنیا فانی است و آخرت باقی و جاودان. چراغ ها نمی ماند، اما اگر قلب با نور ایمان روشن باشد، هیچ تاریکی نمی تواند آن را فرو نهد. چراغ های دنیا خاموش می شوند، ولی قلبی که در آن قرآن و سنت با آن روشن شده باشد همیشه پرنور است. خاموش شدن هر چراغ دعوت است به تفکر که چراغ اصلی در عبادت و تقوا و پرهیزگاری به سوی دین الله است. ما هر روز می بینیم که چراغ خاموش می شود، عمر به پایان می رسد، نفر حیاتش قطع می گردد. این دنیا فانی است. تنها قلبی که با ایمان و ذکر یاد پروردگار روشن است و پایبند قرآن و سنت و فهم سلف امت است، در آن تاریکی روشنی را پیدا میکند. هر چراغی که خاموش میگردد پند است برای زنده ها، رو به نور آوردن، رو به الله، رو به اطاعت پروردگار و دوری از کفر و شرک و بدعت و ضلالت ها. این مبارک فرمودند که ای فرزند آدم، تو روز هستی، هر باری که روز میگردد پارچه از تو میرود. و ابن جوزی فرمودند در این دنیا تنها دیل زنده است که با یاد پروردگار نور گرفته باشد. هر کسی که قلبش از ذکر الله خالی باشد گویا مرده است. ابن قیم رحمه الله تعالی فرمودند زندگی قلب در ذکر یاد پروردگار است و مرگ آن در غافلی از آن است. پس اگر خواهی زنده باشی قلبت را با نوری روشن نگاه دار. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کن فی دنیا کأنک غریب او عابر السبیل. در این دنیا چنان زندگی کن که گویا مسافر یا یک راه گذر باش. یک یک چراغ ها خاموش می گردد، در پس این تاریکی نور است، نور ایمان، نور طاعت، نور قرآن و سنت. پروردگارت را بشناس، پیش از آن هر چی که روشن است به تاریکی و بدل بگردد. چراغ دنیا خاموش شود، اما چراغ قلب انسان زنده هرگز خاموش نمی گردد.